احمد سعیدی آگاه سیاسی برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. آقای سعیدی سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان. به طول نیوز خیلی خوش آمدین. بین بحث از نقش قزاقستان در کشورهای منطقه آغاز کنیم. واقعا قزاقستان از چه جایگاه برخوردار است؟ بعد از اینکه اتحاد شوروی به چندین کشور اتحاد شوروی وقت تقسیم شد، قزاقستان یکی از کشورهای قوی، نیرومند، با اقتصاد خودکفا و با اداره دیسیپلینی، به خصوص زمانی که نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور مقتدرشان که اضافه تر از 25 سال میشه که رئیس جمهور است، از الماتا مرکز ازید در شهر استانه انتقال داد و در تمام انتخابات 90% 95% آرای مردم برده. یک کشور قوی نیرومنده. همین لحظه که ما با شما گپ میزنم از افغانستان محصلین در قزاقستان تحصیل میکنن، در سطح بین المللی قزاقستان مطرح است و همچنین کابینه و دولت حضور بر علاوه که روابط خود با روسیه نگاه کردن، با امریکا و کشورهای غربی هم نیز نگاه کردن. یعنی کشور مضبوط، از نگاه اقتصادی قوی و نیرومند، خودکفا و از نگاه مساحت بزرگترین کشور آسیای میانه است. از لحاظ امنیتی و نگران بودنش از وضعیت امنیتی و نقشش در بحث‌های امنیتی در منطقه چگونه است؟ ببینین، قزاقستان بر علاوه که به کشورهای آسیای میانه و فدراتیو روسیه روابط داره، هم سرحد با کشور چین هم است، ولی این روابط خود نگاه کرده، تولیدات وسیع داره. در سطح بین المللی است کردم کشور خیلی مطرح است. به چی معنا مطرح است؟ که هم با روسیه یعنی با پوتین، با قدرت پوتین هم روابط پرتشنج نداره، هم با امریکا، انگلیس و کشورهای دیگه هم روابط داره. یعنی یک کشور مطرح. بی معنا که چرا مطرح است؟ که شما میدونید که شورای امنیت ملل متحد متشکل از 15 کشور است که 5 تاش دائمی هستند: انگلیس، فرانسه، امریکا، چین، روسیه. 10 تاش دورویی هستند. همین لحظه که ما با شما گپ میزنم نوبت ازبکستان از کشورهای آسیای میانه که از جمله 10 کشور دورویی که برای 2 سال و 3 سال هستند در شورای امنیت عضویت بگیرند. آقای سعیدی، حالا تا چه حد قزاقستان نگران وضعیت هست و ویژه نگران وضعیت در افغانستان؟ باوری که بدارم، من از طریق رسانه‌ها شنیدم که ملاقات‌هایی را که آقای ادریسوف وزیر خارجه ازبکستان که آدمی خیلی مطمئن و پاقرص نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور است، ملاقاتی که با رئیس جمهور آقای غنی داشت، ملاقاتی که با آقای دکتر عبدالله داشت، ملاقاتی را که با وزیر امور خارجه آقای صلاح الدین ربانی داشت و بالاخره ملاقاتی را که با آقای محقق معاون دوم ریاست اجرایی داشت. در اخیر با آقای محقق یک نوع تشویش کرد از حضور داعش که گویا مردمان اهل تشیع را داعش بیشتر میکشه و متضرر. من باوری دارم همیشه از رسانه‌ها میشنوم که در افغانستان از داعش بسیار حرف زده میشه. داعش کرده. من میگم در افغانستان در مورد داعش خیلی بزرگ نمایی میشه. اونقدر که در مورد افغانستان داعش بزرگ، اونقدر داعش نیست. گروه‌های تروریستی دیگری هستند که حملاتی را انجام میتن ولی معمولا میگن داعش کرده. تا هنوز داعش یک وبسایت دقیق، اطلاعاتی دقیق که وایسا پخش کنه کمتر دیده شده. اما مکان دقیقی هم داره. حضورش در ننگرهار افغانستان، در مناطق از ولایت ننگرهار و دیگر مناطق از افغانستان دیده شده. آقای سعیدی، بله، معلومات می است که در ننگرهار و ولایت دیگه زیادتر سرای داعش کشته شدن. شما می‌فهمید که سید خان کشته شد، عبدالرحیم کشته شد، یک تعداد کسای دیگه کشته شدن. من میگم که داعش نمیگم که نیست، ولی خیلی بزرگ نمایی میشه. یعنی گروه‌های دیگر مانند لباس پوشیدن داعش و خود داعش نشان میدن. اما داعش حال زیادتر در شرق میانه، یعنی در عراق، در سوریه حضور فعال داره. بدون شک اگر جنگ عراق و سوریه خاتمه پیدا کنه، طبعا جایی که مکان و مخزن داعش خواهد شد افغانستان. اما آقای سعیدی، وقتی که وزیر خارجه قزاقستان در این زمینه ابراز نگرانی میکنه، خب حتما نگرانی هم وجود داره، حداقل موردی است نزدشان. ارزویه از اونا که اگر شما حال افغانستان مرکز داعش به حساب کنین به باور معقول نخواهد بود. یعنی من نمیگم که داعش حضور نداره، در افغانستان حضور داره، اما تا هنوز طالب مطرح است و القاعده مطرح است و گروه های دیگری توریستی مطرح است. من براتون میگم که در حال حاضر خطرناکترین گروهی که در افغانستان علیه مردمان تشیع جنگلشکر جنگوی است.
لشکر جنگی کسی است که اکثر حملات تروریستی خود به نام داعش ختم میکنه. مثلا سپاه صحابه است، سرفروشان اسلام است، لشکر طیبه است، جیش محمد است، کی است بسیار تعداد زیاده. ولی به هر صورت قابل تشویش هست، اما اون چی که بزرگ نمایی میشه من باور ندارم. یعنی در مورد نگرانی وزیر خارجه قزاقستان تحلیل شما چیست؟ وزیر خارجه قزاقستان سخنش حرف پیشگیرانه است. پیشگیرانه میماند که برای افغانستان میفهمانه و میگویه که اگر جنگ عراق و سوریه خاتمه پیدا میکنه، افغانستان مرکز گروه داعش خواهد بود و گروه های تروریستی به اینجا سرازیر خواهد شدن. وعده میده که قزاقستان از همین لحظه آماده است که در این پروسه افغانستان رو کمک کنه. بدون شک قزاقستان کمک کرده میتونه. ما همین لحظه تعداد زیادی از محصلین ما در قزاقستان درس میخونن، اونجا ما روابط تجاری داریم. اگر مخصوصا قزاقستان امکانات گندمی که داره، امکانات تیری که داره قزاقستان، اگر افغانستان رو کمک کنه، حتی در سطح تجارت جهانی که قزاقستان مطرح است ما رو کمک کنه، خیلی آبرومندانه است. ولی آقای سعیدی بیاین در مورد حضور داعش و گروه های دیگر حراست کنم در افغانستان بحث داشته باشیم. شما از داعش یاد کردین که گونه بزرگنمایی میشه، در اصل این گونه نیست. اما تا چه حد افغانستان در شرایط امروز از حضور حراسافکنان و تروریستان واقعا آسیب پذیر است؟ ببینید تا هنوز حراسافکنان و تروریستان پشتیبانی منطقوی دارند. یعنی کشور پاکستان با تمام نیرو از گروه حراسافکن پشتیبانی میکنه. تا وقتی که حراسافکنان پشتیبانی مولی منطقوی و خصوصا برای تداوی خود جایی داشته باشند، سرکوب از اونا خالی از دشوار نیست. اگر کشورهای منطقه تروریستای را حمایت نکنند، بدون شک ما میتونیم که خیلی دستاوردهای داشته باشیم. ولی در حال حاضر مشکل عمده ما گروه های القاعده، گروه های طالب هست و یک بخشی هم که از گروه های یک تعداد کسای از حزب اسلامی، از داعش، از القاعده و از طالب جدا شده به نام داعش بیرقی را سیاه کردن و لباسی را پوشیدن. اما داعشی که به شکل سیستماتیک سازماندهی شده از بیرون از عراق آمده باشه و جبهاتی داشته باشه کمتر است. اما آقای سعیدی وقتی که شما میگن این گونه یک داعشه که به گونه با یک راهکار عمل بکنه در افغانستان و دقیقاً با یک نقشه آمده باشه وجود نداره، پس این همه کشورها چرا نگران هستن از وضعیت در افغانستان؟ از روسیه گرفته تا قزاقستان، همین گونه هم کشورهای همسایه افغانستان. من گفتم شما ببینید وقتی که داعش در عراق و سوریه موجودیتش احساس شد، به زودی تانست که زیاد شهرهای عراق بگیره. حتی شما دیدین که تضادی که در عراق بین شیعه و سنی بود، یک تعداد سنی ها که از حکومت اخراج شده بودن، تضادهایی که بود، سلام مهمات رو مکمل به داعش دادن. خطر ایدی وجود داره که اگر تضادهای قومی در افغانستان، تضادهای قومی یعنی خدای ناخواسته بین شیعه و سنی و گروه های دیگر چاق شد، مناطق یا منابع یا منابری شیعان مورد حمله قرار گرفت، خطر ایدی وجود داره که گروه‌های در افغانستان به خاطر ضدیت با احتشام و داعش بپیوندن و اونا را همکاری کنند. آقای سعیدی حالا عملکرد حکومت افغانستان چگونه بوده؟ حکومت افغانستان بدون شک ناتوانی‌های خود داره و دستاوردهای هم داره. اردوی با خوشبختانه که من همیشه میگم قوت‌های مسلح افغانستان مایه افتخار مردم افغانستان هستند. من میگم این نظامی که تا هنوز از حکومت وحدت ملی که 2 سال و 5 ماه تیر شده به روی خونی همین شهدای ما که قوای مسلح تا هنوز در حرکت است، بنابراین اینا قابل افتخارن. ولی تا چی وقت جنگ، تا چی وقت زدن؟ بهتر است که قرارداد استراتژیکی را که ما با امریکا داریم، قرارداد امنیتی را که ما با امریکا داریم، جامعه جهانی، اینا صادقانه تلاش کنن تا کسانی که در منطقه به خصوص پاکستان که تروریستا را حمایت میکنه از دفاع تروریسم و حمایت تروریسم دست بردار شد، تا پاکستان از این شرارت پیشگی دست بردار نشوه. برای تروریستا جای امنی هم هست و اونا تلاش هم میکنن. اما آقای سعیدی امروز در خود حکومت افغانستان هم مشکلات وجود داره، شاید اختلاف ها هم هستیم، ولی مهمتر این است که از این حالا که نگرانی ها بلند میشه و با گذشت روزم بزرگتر و وسیع‌تر میشه، حکومت افغانستان چیکار باید بکنه؟ شما از همتای غربی حکومت افغانستان اشاره داشتید. من میگم که اول در حکومت افغانستان مخالفت بین روسی جرگه و حکومت افغانستان، مخالفت بین اعضای رهبری حکومت افغانستان نه منطقی است، نه مطابق با منافع ملی است، نه عقلانی است. و هر کس که
این مخالفت ها را دامن میزنه، از الفبای سیاست حرفی نمیفهمه و به نفع ملی افغانستان باورمند نیست. یک. اما کشورهای همسایه هر کس میفهمه بیرق پاکستان معلوم است که توریستا را حمایه میکنه. بار گفته از 2 روز به این طرف طالبان در پاکستان جلسه ای دارن، از قطر و از کویته آمدن جلسه ای داره، ولی امریکا توان داره که سر پاکستان فشار بیاره. ولی تو حال اون چیز که لازم چی بنا باید اگر پاکستان از شرارت کشیدگی دست بر نمی‌داره علیش تعزیرات اقتصادی وضع شه، من حیث یک کشور تروریست در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شه، شورای امنیت سرش تصمیم بگیره. و من تا روز نمیدارم که دولت افغانستان چرا یک درخواستی را به شورای امنیت ملل متحد به خاطر مداخله پاکستان نمیده. من امیر نمیفهم که دی کجا رفته. آقای سیدی، در پهلویش هم انتقادهای دیگه این است که همتای حکومت افغانستان هم در این زمینه بی‌توجه هستند. حتی فشارهایی که انتظار میره بالای پاکستان کسی وارد نمیکنه، سازمان ملل گرفته تا آمریکا و ناتو. ولی آرا که در امریکا هم انتخابات برگزار شد، حداقل رئیس جمهوری تازه روی کار میه، حکومت افغانستان برش فرصت پیش اومده که بتونه به نفع خود از وضعیت استفاده کنه. خب متاسفانه طوری که در رسانه‌ها گفته شده که گویا رهبری حکومت افغانستان، گویا آقای رئیس جمهور پیسه‌هایی را به خانم کلینتون در جریان کمپانی رئیس کمپانیش داده باشه. اگر این چیزها باشه، اگر راست باشه، طبعا ما کمکی در مقابل آقای ترامپ به مشکلات مواجه خواهد بودیم. ولی بحث سیاست خارجی آمریکا مهمتر است تا بحث خود ترامپ. اون چی که من باور دارم، اون چی را که آقای ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در جریان انتخابات گفته هرگز عملی نخواهد شد و هرگز در مقابل پاکستان اون چی را که گفته عمل نخواهد کرد. یکی وعده‌های کمپاین انتخابات است، یکی عمله. رهبران افغانستان یاد شما هست که در جریان انتخابات که دسترخوان شما را پر از نان میکنیم، سرکای شما را جور میکنیم، امنیت سرتاسری میسازیم، هیچ افغانی از افغان دیگه بهتر نیست، خرابتر نیست. حالا میبینی چی حال دارن. بنابراین این به اصطلاح آمیان وعده‌های کمپاین وعده‌های سر خرمنه. شما نه وعده‌های اینا را باور کنین نه وعده‌های ترامپ باور کنین. اما نگرانی از وضعیت در افغانستان است آقای سیدی، که افغانستان به کجا میره وقتی که شما میگین که برای آمریکا هم باور نیست و برای سران حکومت افغانستان هم باور ندارین، پس سرنوشت افغانستان چی خواهد شد؟ من چیزی که باور دارم، من خیال میکنم که متاسفانه ما تا 1 دهه دیگه هم صاحب امنیت و آسایش نخواهد شدیم، به خاطر که کشورهای غربی هم که در افغانستان حضور دارن اهداف دراز مدتی دارن. بعضی اهداف هست که به صلح به دست میاد، بعضی اهداف هست که به جنگ به دست میاد. من خیال میکنم که ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای غربی دوام حضور خود را اجالتا در پهلوی ناامنی‌ها احساس میکنن و بعدا میشه که در پهلوی امنیت هم به ما سرمایه گذاری کنن. بهتر است که تا وقتی که اهداف کشورهایی که در افغانستان حضور دارن اهداف دراز مدتشان در منطقه جامعه عمل نپوشه، ما امیدواری است. ما کشوری هستیم با اقتصاد ناتوان محتاج. همین از ما 85% بودجه ما را کشورهای خارجی میده. شما چی؟ همین سر از صبح 1 تفنگ هم فیر نشه افغانستان، 1 گلوله هم فیر نشه. شما همین کسر بودجه‌ای که دارین تا 10 سال دیگر پر کرده میتونید. اما آقای سیدی، به عنوان سوال اخیر، واقعا فرصت وجود داره که سران حکومت بتونه ازش استفاده کنن تا به نفع افغانستان و وضعیت و آینده افغانستان باشه؟ ببینید فرصت خیلی وجود داره. ما باید هرچه عاجلتر اون چیزی را که پاکستان جفا میکنه در شورای امنیت ملل متحد را مطرح کنیم. ما در همین لحظه باید حکومت خود مضبوط نگاه کنیم. وقتی که رئیس جمهور امریکا نو میشه، ما وزیرا رو شروع کردیم به برطرف و سلب اعتماد و اگر میبینین شما ببینین که پارلمان میگه ما سلب اعتماد کردیم، دولت میگه نه سلب اعتماد شما درست نیست. من یک چیزی میگم از نگاه دینی و شرعی که بارها گفتم که حکم باطل بر باطل باطل است. بنابراین از کدامش حق است که یکی دیگهش باطل باشه. سپاسگزارم آقای سیدی از حضور شما در بحث. سپاس شما.